به نام خدا. سلام، من زهرا جهان شاهلو هستم، مربی رسمی از فنی حرفه‌ای در حوزه تولید و آموزش محصولات پروتئینی با بیش از 2500 هنرجو در حوزه تولید این محصولات و بیش از 500 هنرجو از دوره 0 تا 100 محصولات پروتئینی که تونستن به درآمد بالای 10 میلیون برسن از تولید و فروش سوسیس و کالباس و سایر محصولات پروتئینی. خیلی خوش اومدید به دوره آمادگی ذهنی برای فروش محصولات پروتئینی و بالاخص سوسیس و کالباس. گرچه این دوره یک دوره رایگانه، اما یک دوره پایه‌ای و اصولی هست برای هر کسی که دوست داره در حوزه محصولات پروتئینی و بالاخص سوسیس و کالباس فعالیت کنه، دوست داره که فروش رو تجربه کنه، دوست داره که بتونه تولید بالا داشته باشه، کارگاه داشته باشه و هدفهای بزرگ توی ذهنش باشه. این دوره در واقع میشه گفت پایه‌ای ترین دوره برای فروش هستش، چون که ما میایم روی ذهنمون و گره های ذهنیمون کار میکنیم، چیزی که ما تو دوره 0 تا 100 خیلی به صورت عمقی روش متمرکز میشیم و در واقع میایم گره های ذهنی رو باز. تو دوره آمادگی ذهنی فروش من میخوام بهتون یه تمرین یاد بدم که خیلی سریع و خیلی زود میتونید فروشتون رو یه تکونی بدید و خودتون بعد از اینکه این تمرین رو انجام دادید متوجه میشید که چقدر سریع براتون بازده داشتش. پس اگر تمرین رو انجام دادید و این نتایج وارد زندگیتون شد، توی فروشتون، توی درآمدتون متوجه شدید که یه تغییراتی اتفاق افتاد، این نتایج رو برای ما هم بفرستین تا ما با دوستانتون به اشتراک بذاریم و هم باعث انگیزه گرفتن اونها میشه و هم باعث میشه که بقیه بدونن که این تغییرات و این تمرینات تأثیر گذاره. هدف از اینکه این دوره رو ضبط کردیم این هستش که بتونیم به دایره زیادی از افراد و تولید کنندگانی که حالا نمیتونن وارد دوره 0 تا 100 بشن کمک کنیم که بتونن پایه‌ای ترین قدم رو برای فروش بردارن. توی این دوره ما یک تست از شما میگیریم که ببینید اصلا خودتون متوجه بشید که گره های ذهنیتون کجاست و کجاها باعث میشه که نتونید فروش بالا رو تجربه کنید و یک تمرین خیلی اصولی و پایه‌ای بهتون میدیم که بتونید این گره ها رو در واقع از بین ببرید. پس برای شروع کار، برای اینکه نکاتی که توی دوره میخوام بهتون بگم بسیار زیاد هستش، اول از همه یه قلم و کاغذ آماده کنید و نکاتی که بهتون میگم رو یادداشت کنید. تستی که ازتون گرفته میشه رو یادداشت کنید، چون باید به خودتون امتیاز بدید. ببینید دوستان، ما یه قانونی داریم توی کائنات و توی جهان به اسم اثر پروانه‌ای. این اثر پروانه‌ای یعنی چی؟ اثر پروانه‌ای به ما میگه که اگر یک پروانه اونور دنیا بال بزنه ممکنه باعث طوفان تو این سمت جهان و کائنات بشه. حالا این چه ربطی به ما داره؟ در واقع داره به ما یاد میده کارهای کوچیک و روزمره‌ای که ما تو طول روز انجام میدیم و فکر میکنیم اصلا تأثیری توی زندگی ما نداره، میتونه در واقع اثرات خیلی بزرگی روی زندگی ما بذاره. کارهای کوچیک یعنی چی؟ کارهای کوچیک یعنی صحبت‌هایی که میکنیم، حرف‌هایی که میزنیم، فکرهایی که میکنیم، برنامه‌ای که میبینیم، چیزهایی که به هر نحوی بهش توجه میکنیم باعث میشه که زندگی ما رو بسازه و زندگی ما رو بهش شکل بده. ببینید، نظام هستی بر پایه قانونه و جهان یه قانونمندی داره که اگر ما این قوانین رو یاد بگیریم مثل اینه که ما روی امواج یک رودخانه سوار بشیم و همجهت با رودخونه جلو بریم و انتهای رودخونه هدف ما باشه. و اگر این قوانین رو یاد نگیریم و برخلافش عمل کنیم مثل اینه که خلاف جهت رودخونه شنا کنیم. یعنی هر چقدر که ما دست و پا بزنیم، هر چقدر که تلاش کنیم، در نهایت به اون هدفمون نمیرسیم، چون دقیقاً داریم برخلاف هدفمون شنا. یاد گرفتن قوانین مثل گرفتن کلید یک گاو صندوق توی دستتونه. اگر قوانین رو یاد بگیرید دیگه خیلی راحت میتونید این گاو صندوق رو باز کنید و اهدافتون که داخل گاو صندوق هست رو بهش
دست پیدا میکنیم. جدیداً یه علمی توی جهان خیلی سر صدا کرده به اسم علم پولسازی. علم پولسازی چی میگه؟ علم پولسازی میگه که ثروت میوه های درختیه که ریشش توی ذهن ماه. یعنی اگر ما ذهنمون رو درست کنیم میتونیم به اون میوه ها دست پیدا کنیم و اگر ذهنمون رو درست نکنیم دستیابی به این میوه ها غیر ممکنه. پس برای رسیدن به پول، رسیدن به ثروت، رسیدن به موفقیت، اول از همه باید روی ریشه ها کار کنیم که ریشه همه این اتفاقات داخل ذهن ماست. حالا چجوری میشه این ریشه ها رو درست کرد؟ این ریشه ها همون باورهای ماه، یعنی چیزهایی که واقعاً با ذهنمون، با قلبمون بهش اعتقاد داریم. باورها میتونه باورهای خیلی روزمره‌تون باشه، مثلا اینکه فکر میکنیم که پول راحت به دست نمیاد، توی ایران نمیشه پول در آورد، برای پولدار شدن ما باید حتما درس بخونیم، آدمایی که پول دارن آدمهای خوبی نیستن و خیلی از این باورها که از کودکی تو ذهن ما شکل گرفته، حالا به واسطه خانواده، به واسطه مدرسه، به واسطه محیطمون و ما تا زمانی که این باورها رو توی ذهنمون درست نکنیم نمیتونیم به جلو حرکت کنیم. یعنی ممکنه تا یه جایی جلو بریم، ممکنه یه حرکت‌های انجام بدیم، ولی در نهایت به خاطر اینکه توی ذهنمون باورمون اینه که پول بده، در لحظه آخر همه چیز رو خیلی ناباورانه خراب میکنه. شاید فکر کنی این چیزایی که من دارم میگم توهم وجود نداره، اما اگر شما باورهاتون رو درست نکنید، هزینه زیادی اگر بابت تبلیغات بدید، هزینه زیادی بابت آموزش بدید، هزینه زیادی بابت وسایلتون بدید، بیاید ابزارتون رو درست کنید، بیاید کارگاه بگیرید و خیلی حرکت‌های دیگه انجام بدید، اگر باورهاتون باورهای غلطی باشه اصلا نمیتونید فروش بالا، تولید بالا رو بهش برسید. حتی کسایی که میبینید فروش بالا دارن تو محصولات پروتئینی یا حالا تو هر چیزی فروش بالا دارن، خیلی به پول زیادی رسیدن، خیلی به موفقیت رسیدن، به خاطر اینه که حالا چه به صورت خودآگاه چه به صورت ناخودآگاه ذهنشون رو تربیت کردن. خیلی از افراد اصلا شاید با این مباحث آشنا نباشن، ولی به لحاظ شرایط خانوادگی، به لحاظ رفت آمد با یه سری از افرادی که از لحاظ مالی بالا بودن، از لحاظ کاری بالا بودن، ذهنشون خود به خود تربیت شده و خود به خود به سمت موفقیت این افراد حرکت میکنن. به صورت کلی ما باورهامون به دو شکل میگیره، یا به دو صورت اصلا ما میتونیم اگر باور اشتباهی توی ذهنمون داریم اینو بیایم تغییرش بدیم. یکی به واسطه تو محیط قرار گرفتنه، یکی به واسطه تکراره. تو محیط قرار گرفتن یعنی چی؟ یعنی مثلا شما دوست دارید به درآمد ماهی 50 میلیون برسید و خب این خیلی براتون دور از ذهنه، اما اگر با 2 نفر 3 نفر دوست بشید که درآمد 50 میلیون دارن و زندگیشون رو ببینید، نحوه زندگی کردنشون، خونه زندگیشون و رفتارهاشون رو که ببینید، خیلی براتون عادی میشه. میبینید که نه، خیلی از افراد هستن که درآمد 50 میلیون رو دارن. این میشه تو محیط قرار گرفتن. حالا اگر شما هدفتون اینه که کارگاه بزنید و در واقع توی کارگاهتون بتونید فروش بالا رو تجربه کنید، اگر برید با 2-3 نفر دوست بشید که کارگاه تولید محصولات پروتئینی رو دارن و دارن تولید میکنن، برای ذهنتون عادی میشه و این باور توی ذهنتون شکل میگیره که کارگاه زدن اصلا سخت نیست و خیلی راحت میشه کارگاه زد و میشه توی کارگاه کار کرد. اما ممکنه که برای خیلی از ماها دستیابی به افرادی که کارگاه دارن یا به افرادی که اون درآمدی که ما دوست داریم داشته باشیم رو دارن سخت باشه. پس ما باید از روش دوم استفاده کنیم. روش دوم چه روشیه؟ روش دوم بهش میگن تکرار. شاید توی زندگیتون در مورد جملات تأکیدی زیاد شنیده باشید و خیلی از جاها جملات تأکیدی رو میذارن، اما اگر اصلا اصول کار کرده این جملات رو ندونید، تکرار کردنشون فایده ای نداره. جملات تأکیدی یا همین تکرار یعنی چی؟ یعنی ما بیایم انقدر به ذهنمون بگیم یه چیزی رو تا ذهنمون قبول کنه. اگر شما مثلا یه نفر میاد بهتون میگه ای بابا تو چقدر بدشانسی
و شما این توی ذهنتون میمونه. بعداً یه جایی اتفاقی بیفته و ببینید که مثلا چقدر بدشانسید و اینو بیاید به خودتون بگید و به مرور که اینو هی تکرار کنید باور براتون شکل میگیره که شما بدشانسید. دقیقاً جملات تأکیدی همین مدلی شکل میگیره و همین مدلی کار میکنه. اگر شما فکر کنید که پول درآوردن خیلی سخته و اینو هی تکرار کنید پول نمیتونید به دست بیارید، یعنی خیلی سخت پول به دست میارید. اما اگر بیاید برعکسش رو تکرار کنید، بگید پول درآوردن راحته، پول درآوردن راحته، اینو هی تکرار کنید میبینید که چقدر پول راحت‌تر وارد زندگیتون میشه. تمرینی که امروز میخوام بهتون بدم و پرسشنامه‌ای که میخوام ازتون در واقع تستش رو بگیرم روی همین موضوع تاکید داره. در واقع من میام 10 تا سوال از شما میپرسم که این 10 تا سوال بهتون میگه که شما ذهنیتتون چی هستش و در مورد موارد مختلفی که باعث میشه پول وارد زندگیتون بشه و بتونید فروش بالا رو تجربه کنید چه ذهنیتی دارید که خودتون متوجه بشید اون موانع ذهنیتون کجاست و بیاید دست بزنید روی همونها و همونها رو بیاید درست کنید و بعدش میبینید که میتونید خیلی راحت محصولاتتون رو بفروشید. این تستی که میخوام ازتون بگیرم یه تست بین المللیه که خیلی از اساتیدی که در حوزه موفقیت و در حوزه کلا کسب و کار دارن کار میکنن با این تست در واقع از هنرجویانشون متوجه میشن که چقدر گره های ذهنی دارن و چقدر محدودیت ذهنی دارن که بتونن بهشون راهکار بدن که این محدودیت های ذهنیشون رو و این گره های ذهنیشون رو باز کنن و بتونن در واقع اولین قدم رو به سمت فروش تجربه کنن. 10 تا سواله که کاغذ و قلم بیارید و این 10 تا سوال رو بنویسید. روی هر سوال فکر کنید و ببینید که چه نمره‌ای بهش باید بدید. همینجوری اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو ننویسید. قشنگ فکر کنید. ببینید چقدر به این جمله اعتقاد دارید. هر چقدر که به این جمله اعتقاد دارید نمرتون به 10 باید نزدیکتر باشه و هر چقدر کمتر اعتقاد دارید نمرتون به 0 باید نزدیک باشه. پس به هر جمله‌ای که من بهتون میگم بین 0 تا 10 باید نمره بدید.